تانگی که ساختیم 24 میزایل هست که امروز به طور علنی تمام بیننده های و تمام 34 ولایت افغانستان ایده تماشا کردند و فهمیدن که تانگ 24 میزایل ما هم یک اختراع جدید و هم یک تکان دهنده هست. در ساخت وسیله دیگه حمایت برنامه‌اش مردم حمایت میکرد. تشکری میکنیم و اکثر از مثبت ما که اگر منفیگرام بودن ما مثبت فکرش میکردیم. خیلی که به خاطر از اینکه مثبت فکر کنیم همه جوانا هر جوانی که هست باید این که انگیزی منفی میتن نباید منفیگرا کنه که من نمیتونم نه جوان از ما از چارچ منفی ما چارچ مثبت میگرفتیم. 24 مرمی میخوره و مرمی داشکست که حال نیروهای امنیتی مجاهدین اجازه مرمی را نماندن. ما از سلاح آسان و کمی چیز ما استفاده کردیم که تا که یک تکان در نمایشگاه صدای را ایجاد کنیم که بفهمند مردم که میتونن نیام جور کردن. 1500 متر میزنم. بله 1500 متر هدف میزنه که هدف نمایش هم دیگه برنامه‌ش هم آماده است. هر نسل جوان آرمان و آرزو داره که یک چیزی را بسازه، یک چیزی را به جامعه تقدیم کنه و ما هم این را ساختیم که این جامعه ما پیشرفت کنه، ترقی کنه. اگه امکانات جور شود دیسی بیم 12 بیم 40 طیاره هلیکوپتر جور میکنیم که 3 نفر حمل کنه و از طریق کلونیا فایر کنه. مدت 6 ماه طول کشید تا این را که ساختیم. به 3 بخش بدیم. 3 بخش میخانیک، بخش فایر، بخش دیزاین. بخش میخانیکش مربوط انجینر صاحب سیب الله میشد، بخش دیزاینش مربوط انجینر صاحب ادریس میشه و بخش فایر اصل هیچ مربوط خودم بود.